بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف. برای الفت و انس قریش، همان الفت آنها در سفرهای زمستانی به یمن و تابستانی به شام. فلیعبدوا رب هذا البیت. پس باید پروردگار این خانه کعبه را پرستش کنند. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. همان پروردگاری که آنان را از گرسنگی رهانید و به ایشان خوراک داد و از ترس و وحشت ایمن نمود.